خب دوستان عزیز سلام، امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشین. سعید عبدینصب هستم. این ویدیوها و فایل های صوتی رو من دارم ضبط میکنم. بازخونی کتاب فلسفه رست قهوه به زبان عامیانه، آخرین کتابی که از من پخش شده. توی یوتیوب تصویریش پخش میشه، توی تلگرام کانال میلارد صوتیش پخش میشه. با توجه به وضعیت اینترنت و مسائلی که هستش، شما فایلش رو از توی تلگرام، فایل صوتی رو میتونید دانلود کنید و هر جا که خواستید با هر کسی که خواستید به اشتراک بذارید و اگر فکر کردید کسی نیاز داره براش بفرستید. هیچ فرقی نمیکنه از کانال بشنوید یا فایل رو برای کسی بفرستید. فعلا این رو من توی پادکست میلارد، یعنی کانال اصلی پادکست میلارد، به واسطه مسائل اینترنت ایران نمیتونم پخش بکنم، پس شما زحمت پخشش رو بکشید. خب، کتاب فلسفه رست قهوه به زبان عامیانه. به نام آن که اندیشیدن را مایه رنج و معنا کرد و پرسیدن را پیش از یقین در من رهاد. فلسفه رست قهوه به زبان عامیانه، تأملی شهودی علمی برای فهم و برشته کردن قهوه. نویسنده درخت قهوه، انتشارات دادکاوان. ویراستار این کتاب آرش رضایی عزیز بوده. جا داره از این بچه‌ها تشکر بکنم. طراحی جلد سهیل افلاکی عزیز، واقعا من خودم خیلی لذت میبرم هر وقت جلد کتاب رو میبینم. و عباس قاضی عزیز که زحمت چاپ و کارهای تکنیکی کتاب رو کشید، مجوز و همه کاراشو تقریبا عباس زحمتش کشید. کتاب رو هم به صورت فیزیکی از صفحه میلارد میتونید سفارش بدید. اگر هم که تهران تشریف دارید حضوری میتونید از کافه رستری کرافت واقع در سعادت آباد میتونید برید اونجا و یا سعادت آباد یا شهرک، دقیقه شد الان اسم محلش نمیدونم، ولی میتونید برید اونجا و حضوری خریداری بکنید. نکته‌ای که بهتر است پیش از شروع بدانید: در طول مطالعه این کتاب ممکن است با بخش‌های مواجه شوید که با فونتی شیبدار یا همون ایتالیک نوشته شده‌اند که خب من اینو وقتی دارم کتاب رو میخونم، اگر وارد این بخش شدیم ذکرش میکنم چون شما متن کتاب رو نمیبینید. اینها معمولاً جملاتی هستند که یا از دل یک ایده ذهنی بیرون آمدند یا جهت تحلیل یک مقوله فنی پیچیده از زبانی استعاری یا نگاهی غیر مستقیم بهره گرفتند. جملاتی که گاهی یک استعاره علمی، گاهی یک جمله شبه طنز و گاهی یک پرسش عمیق درباره سازوکار پنهان فرایند رست را شامل می شوند. این پاراگراف ها جزئی از ساختار کلی کتاب نیستند، اما در درک لایه های عمیق تر آن نقش دارند. اگر شما از آن خواننده هایی هستید که میخواهند مستقیم تر به اصل ماجرا برسند، به راحتی میتوانید از این بخش ها صرف نظر کنید. من عمدن آنها را مشخص کردم، از آنجا که احترام به زمان، مسیر و سبک مطالعه شما برایم مهمتر از نمایش دادن یک نقطه نظر پیچیده است. اینم اینجا ذکر بکنم که یه نشستی ما داشتیم و من کتاب رو تحلیل و بررسی کردم. پیش از خوندن، خریدن کتاب یا گوش دادن این فایل ها میتونید برید، البته اون فایلش توی یوتیوب هستش، حالا سعی میکنم صوتیش رو بگیرم و توی تلگرام هم بذارم. میتونید برید اون فایل رو ببینید یا اگر توی تلگرام گذاشتم بشنوید و بعد اگر که مایل بودید کتاب رو یا مطالعه بکنید یا به همین فایل ها گوش بدید. پیش گفتار: قرابت علم و شهود در برشته کاری قهوه. امروز صبح قهوه‌ای را رست کردم که دیروز چیزی از آن نمی‌دانستم. آنچه در لحظه می‌فهمم همیشه یکی نیست با آنچه بعداً خواهم دانست و خواهم نوشت. این کتاب نه تنها حاصل دانش من، بلکه حاصل زندگی هم در زمان رست قهوه است. از سالهایی که تنها با حواس پنجگانه‌ام در کارگاه‌های کوچک به سراغ رازهای دانه می‌رفتم، تا امروز که با نمودار حسگر، دوربین حرارتی و تئوری‌های فیزیک گرمایی درگیرم.
از آن زمان تا کنون هنوز وقتی به درون مخزن دستگاه نگاه میکنم حس میکنم با چیزی پیچیده تر از یک ماده زیستی طرفم. قهوه فقط گیاهی نیست که رست میشود. نظامی است از فشار، تعادل، ساختار، توازن، عدم قطعیت، تکرار و شکست. رست آینه درونسوز از هستی انسان. آنچه در این کتاب می‌خوانید صرفاً گردآورده نکات فنی مانند دمای دانه، نرخ انتقال، گرما یا شیب نمودار نیست، بلکه سفری است به ژرفای آنچه در ظاهر صرفاً تغییر رنگ دانه خشک شده از گیاه کوهی می‌نماید، اما در باطن آکنده از دیالکتیک هستی و آگاهی است. دیالکتیک در برخی تعاریف فرآیندی است که در آن دو نیروی متضاد با هم درگیر می‌شوند و از دل این تضاد فهم یا وضعیت جدیدی زاده می‌شود. برشته کاری قهوه نه صرفاً مهارتی تجربی است، نه علم صرف، بلکه تقاطع زنده‌ای است میان ناخودآگاه جمعی، عقلانیت مدرن و تناقض‌های وجودی انسان. همان گونه که دکارت از دل شک به حقیقت رسید، برشته کار نیز از تردید به نمودار، از پرسش درباره بهترین پروفایل و از بی‌اعتمادی به مسیرهای تثبیت شده کار خود را آغاز می‌کند و از دل همین دوگانه ها نوعی یقین ناپایدار استخراج می‌کند، موقتی اما ضروری. کتابی که در دست دارید از اساس تصمیمش بر آن نبود راهنمای عملی رست باشد، نه بر اساس دستورالعمل‌های گام به گام نوشته شده، نه بر اساس دستورالعمل‌های گام به گام نوشته شده، نه ساختاری کلاسیک و درسی دارد. این کتاب خود یک روایت درونزا است. بیش از آن که صرفاً یک راهنما باشد، به مثابهه مسیری است که طی شده. روایتی از درگیری من با پیچیدگی‌های رست که در آن فیزیک و شیمی در کنار فلسفه، زبان محاوره در کنار واژگان تخصصی و تجربه زیسته در کنار داده‌های عددی همزمان حضور دارند. اگر در بخش‌هایی از کتاب حس کردید که زبان یا لحن تغییر کرده، این تغییر از جنس تصنع نیست، بلکه از الزامات درونی مسیر کتاب آمده است، چرا که برشته‌کاری فقط با یک لحن قابل نوشتن یا عرضه نیست. در مسیر نوشتن متوجه شدم که نمیتوان همه چیز را در خطی مستقیم پیش برد. این کتاب خطی نیست. به مانند بازی‌های جهان باز، بخش‌های ممکن است با تأخیر، با پیش‌فرض یا حتی با تکرار ظاهر شوند. پس بهتر است بدانید این انتخابی خودسرانه بوده است. با پیش‌فرض یا حتی با تکرار ظاهر شوند. پس بهتر است بدانید این انتخابی خودسرانه بوده است. ببخشید اینجا رو دوباره خوندم. به این دلیل که رست نیز چنین است: رفت و برگشتی مارپیچ، تکرار شونده، بیرحم و در عین حال دقیق. در هر برگ از این کتاب با لایه‌ای از واقعیت پیچیده برشته‌کاری روبرو هستید. از تئوری حرارتی تا ساختار سلولی، از تحلیل میکروسکوپی تا درک حسی، از فروپاشی تا استواری، از سینکینگ و کلپس تا میلارد و کاراملیزاسیون، از انتخاب رستر تا طراحی فاز توسعه، از انحراف پروفایل تا فلسفه خطاها. اما مهمتر از همه این کتاب درباره طریقه فکر کردن به رست است، نه صرف انجام دادن. شما قرار نیست صرفاً دستورالعمل بخوانید، بلکه دعوت شده اید به تأمل، به مشاهده انتقادی، به شهود درون دانه. در کنار ابزار و نمودار میخواهم به شما یادآوری کنم که هیچ داده‌ای بدون قضاوت حسی و ذهنی معنا ندارد. هیچ دستگاهی نمیتواند جای شما فکر کند و هیچ تجربه‌ای بدون شکست و آزمون معنا پیدا نمی‌کند. مقصود کتاب هم تکنیکی، هم فلسفی و هم مبتنی بر آزمایش و شهود است. همچنین مبتنی بر سوالاتی که هنوز پاسخ قطعی ندارند. اگر در طول مطالعه به بخش‌هایی رسیدید که ناگهان لحن علمی به خود می‌گیرند و سپس به زبان محاوره باز می‌گردند، یا اگر با اصطلاحاتی پیشرفته در میان جمله‌های ساده مواجه شدید، نگران نباشید. این کتاب عامدانه این شیوه را پیش گرفته است. همانطور که رست در لحظه میان نظم و آشوب قرار می‌گیرد، این نوشتار نیز بین نظاممندی و بیقراری حرکت می‌کند. درست مثل دانه قهوه که پس از رست درگیر نوعی آنتروپی است.
بیقراری قانونمندی که به مرور زمان در آن آشفتگی افزایش می‌یابد، اما این آشفتگی بی هدف نیست. همانطور که قانون دوم ترمودینامیک میگوید گرچه این بی‌نظمی روندی طبیعی است، اما گاه میتوان آن را پیش بینی، درک و حتی هدایت کرد و شاید نوشتن هم چیزی شبیه به همین باشد. آنتروپی همان آشوب قانونمند و بیقرار را میگویم، اما نه آشوب به معنای هرج و مرج و بی ساختار مثل کیاس. این قسمت ایتالیک بود، فراموش کردم بگم. بلکه گسترش انرژی به سوی تعادل یک نواخت. این قسمت تموم شد. سالها پیش کار را با ترجمه کتاب آغاز کردم، اما آن مسیر را کنار گذاشتم. به کمک دوستانم از جمله شهریار فتحی نژاد به قصد امر ترجمه و نکات تکنیکی وارد مسیر نوشتن شدم، اما در نهایت آن اثر به کل کنار گذاشته شد و این اثر دیگر یک ترجمه نبود. تبدیل شد به نگاهی شخصی، تجربی، فلسفی و در عین حال علمی. از دل صدها ساعت آموزش، مشاوره، آزمون، خطا و شب‌های بی‌پایان در کارگاه رست. پیشنهاد میکنم این کتاب را در مقاطع گوناگون زمانی و با نگرش‌های متفاوت بخوانید. هر بار ممکن است معنای نو بر شما روشن شود و نه از روی فهرست، بلکه مثل یک سفر ممکن است در مسیر مطالعه پرسش‌ها پیش از پاسخ‌ها باشند. که البته این نشانه خوبی است، چرا که علم رست نیز هنوز در حال رشد و نمو است. دانشی که از بودن آمده و به سوی شدن در حرکت است. درست همان گونه که لوگوس از دل آرخه زاده می شود. دانشی که هنوز می توان آن را عمیق‌تر فهمید، بازآفرینی کرد و حتی از نو نوشت. و اما در نهایت این کتاب همانطور که از نامش پیداست تلاشی است برای روایت فلسفه رست به زبانی عامیانه و ساده. اما ساده نویسی به معنای سطحی نویسی نیست. در طول مسیر با مفاهیمی مواجه می شوید که ریشه در فلسفه، منطق و همچنین نظریه‌های زبانشناسی دارد. اگر در جای احساس کردید چیزی را به روشنی دریافت نمی کنید، از جستجو نترسید. شاید انتهای آن جستجو به واژگانی مثل وجود، تکرار یا حتی نظام نشانه برسد. این کتاب قرار نیست همه چیز را تمام و کمال توضیح دهد. گاهی فقط نشان و روزنی را به شما نشان می دهد تا خود اگر خواستید آن را بشکافید. پس اگر روزی این کتاب به پایان برسد، امیدوارم آغاز گفتگویی باشد میان شما و دانه قهوه. گفتگوی صمیمی، سختگیر، بی‌تعارف اما پر از کشف. دوستدار و پشتیبان شما، درخت قهوه. فصل اول، مقدمه و چشمانداز فلسفی رست. لقمه فربه از اندیشه و آتش. این قسمت ایتالیکه. از نگاه برخی مفسرین طبیعت و البته من دیگه نمیگم چون تو این فایل صوتی و تصویری یه مقدار سخته این تیکه ها رو بگم، پس من کلش رو دیگه میخونم، شما دیگه بشنوید. از نگاه برخی مفسرین طبیعت و تمام موجودات یک چیزند و اگر قهوه را جلوه‌ای از طبیعت بدانیم، پس رست نیایش بی کلام انسان به شکلی نهان در فیزیک دانه است. این یک پارچگی بی صدا اما آکنده از حضور خود را در فشار گازها، در همجوشی اسیدها، در سوزش مولکولها و در بوهای تغییر یافته نشان می‌دهد. رست مراسم عبور از ماده به معناست، از آنچه هست به آنچه میتوان شد. مسیر. در ابتدای هر بخش مسیری برایتان ترسیم کردم، نه به قصد آنکه بدانید دقیقاً چه خواهید آموخت، بلکه با هدف آنکه بتوانید مسیر و پرسش‌هایتان را از پیش ببینید. این مسیر تلاشی می باشد به منظور اینکه با ذهنی آماده وارد بحث شوید. بدانید کجا ایستاده اید، قرار است از کجا عبور کنید و شاید به کجا برسید. این یادآوری نه به قصد نتیجه گیری که با هدف شروعی روشن‌تر طراحی شده است. هر مسیر دعوتی است در راستای حرکت، نه فقط در متن که در فکر. خب ما توی این بخش راجع به قاعده رست از نگاه درونی، تجربی و علمی صحبت میکنیم. البته اینا دیگه تیتر مسیر اینجا، یعنی تیتر هر بخشه که من نمیخونم و سر هر بخش بهش میرسیم. ما خیلی خطی دیگه این رو جلو میریم. قاعده رست از نگاه درونی، تجربی و علمی.
راز هستی انسان نه در زیستن صرف بلکه در داشتن دلیلی برای زیستن نهفته است. فئودور داستایوفسکی. گمان میکنم قهوه بتواند یکی از آن دلایلی باشد، دلیلی برای زیستن، اگر بخواهیم دقیق تر نگاه کنیم. در سالهای نه چندان دور، زمانی که هنوز تخصصگرایی در قهوه جایگاه نداشت، سخن گفتن از فلسفه برشته‌کاری بیشتر به طنزی ناخواسته میماند تا یک دغدغه جدی. نه آموزشی دقیق در دسترس بود، نه کسی طعم را چنان مسیری برای کشف و ساخت در نظر می گرفت. اگر کسی در پی یادگیری بود، باید کیلومترها سفر می کرد تا شاید بتواند چند جمله از دل تجربه کهنه‌کاران بیرون بکشد. ولی امروزه مسئله کاملا فرق کرده است. حالا برشته کار بودن فقط به معنای روشن کردن دستگاه نیست. انتخاب‌های ما در هر لحظه از این فرایند تصویری می‌سازد از آنچه می‌خواهیم در فنجان نهایی ببینیم. تصویری که بدون داشتن دیدگاهی روشن نسبت به مطلوب و نامطلوب و محو و نامشخص باقی می‌ماند. در راست به دنبال طعم میوه‌ای هستی، باید بدانی این خواسته به تنهایی کافی نیست. اکثر قهوه‌ها رگه‌هایی از طعم‌های میوه‌وار در ذرات خود دارند، اما فقط صرف گفتن طعم می‌خواهم مسیر روشنی نمی‌سازد. باید دقیق‌تر بدانی چه نوع طعمی می‌خواهی. مثلا طعم مرکباتی تیز یا شیرینی میوه‌ای رسیده با چه بافتی، میزان ماندگاری در دهان و چطور باید آن را به شکل پایدار در فنجان حفظ کرد. پرسیدن این جزئیات است که مسیر رشد را روشن می‌کند، نه صرفاً خواستن یک طعم کلی. فلسفه برشته‌کاری نقشه راهی است برای تشخیص آنچه باید جستجو کرد و آنچه باید از آن دوری جست در هر لحظه از مسیر. وقتی بدانی چه چیزهایی را نمیخواهی، از تلخی شدید گرفته تا گسی یا توسعه نیافتگی طعم، راحت‌تر میتوانی ریشه های آن را شناسایی و حذف کنی. این دانش تو را از واکنشی بودن بیرون میکشد و به کنشگر آگاه تبدیل میکند. آنچه نمیخواهی گاه از آنچه میخواهی روشن کننده تر است و گاه ضروری تر. سوالات ساده، پایه های محکم. گاهی همه چیز با 3 پرسش ساده و بنیادی شروع می شود. از قهوه چه میخواهی؟ چه طعم‌هایی باید حضور داشته باشند؟ چه طعم‌هایی نباید حضور داشته باشند؟ همین. اگر پاسخت به این 3 سوال واضح، دقیق و شفاف باشد، هر گامی که در برشته‌کاری برمی‌داری معنادار می شود. نه فقط تنظیم دما و زمان، بلکه هر تصمیمی که طعم را می‌سازد. وقتی نمی‌دانی دنبال چه هستی، نتیجه کارت شبیه نقاشی کودکی است که چشم بسته قلم می‌زند. شاید رنگ‌ها زنده باشند، اما ترکیبشان بی‌هدف است. بگذار صادقانه بگویم. اگر هدف نهاییت فقط روشن رست کردن باشد، یا همون لایت روست، احتمالاً به آن میرسی. اما خیلی وقتها آنچه در فنجان سرازیر می شود ترکیبی است از اسیدیته ناخوشایند، شیرینی ناقص و طعمی که هنوز نپخته، یا همون underdevelop. شاید همین را می‌خواستی. در این صورت مشکلی نیست، اما اگر حس می‌کنی مدام به دیواری نامرئی برخورد می‌کنی، دیواری که مانع رسیدن به طعمی که در ذهن داری می‌شود، وقتش رسیده همه چیز را از پایه بازبینی کنی. دیدگاهت، فلسفت و نگاهت به برشته‌کاری. هرچه فلسفه رست دقیق‌تر و تعریف شده‌تر باشد، مسیر رسیدن به طعم دلخواه روشن‌تر می‌شود. فلسفه رست نه صرفاً نظامی از ارزش‌ها، بلکه نقشه راهی است در مسیر رسیدن به مقصدی حسی و آنچه به انتخاب‌هایت در لحظه معنا می‌دهد. دقیقاً همین چارچوب اندیشیدن است. در دورانی نه چندان دور باور عمومی چنین بود: دانشی که پنهان بماند دیر یا زود به ابزار قدرت تبدیل می شود. در آن دوران جزوه‌ها در کشو می ماندند و دستورها محرمانه تلقی می شدند. اما روزی رسید که جهان قهوه تصمیم گرفت این درها را باز کند. وبلاگ ها، ویدیوها، گفتگوهای توییتری و کافه هایی که دستور کامل قهوهشان را به دیوار می نویسند، همگی نشانه هایی اند از انقلابی در اشتراک دانش، انقلابی که به جای پنهانکاری شفافیت را برگزید و همین شفافیت موتور محرک رشد این صنعت شد.
با این حال هنوز بخش‌هایی از دنیای رست وجود دارد که در تاریکی مانده‌اند. بحث درباره پروفایل ها زیاد شده ولی کسی وارد ریزه‌کاری ها نمی شود. هنوز کسانی هستند که از گفتگو درباره جزئیات شانه خالی می کنند. گویی رازهایی دارند که به واسطه آنها هویت حرفه‌ایشان تعریف می شود. هرچند مقالات و آموزش‌های بسیاری منتشر شده اما همچنان خلأ بزرگی در منابع رست وجود دارد. کتاب‌هایی که تحریر شدند یا خیلی سطحی اند یا چنان در شیمی فرو رفتند که تازه کارها را بیشتر گیج می‌کنند تا راهنما باشند. به شخصه همین کم بود، همین سردرگمی و تکرار بی ثمر برایم انگیزه‌ای شد تا دست به کاری متفاوت بزنم. بخشی از آنچه را در اختیار دارم برای هر کسی که این مسیر را با جدیت و عمق دنبال می‌کند بنویسم. آموخته‌هایم را صورتبندی کنم، ساده سازم و در قالبی قابل استفاده ارائه دهم برای باریستا، کشاورز و رستر. این کتاب دعوتی است به گفتگو نه انحصار و این تازه آغاز ماجراست. پس بپرسید و عمیق فکر کنید، زیرا تفکر پرسشگری و جستجوی دانش است که شما را به درکی ژرف‌تر میرساند. همان گونه که ارسطو هشدار داده بود دانستن دستور پخت کافی نیست، باید خودتان آشپزی کنید تا مزه را بفهمید، چرا که درک تنها از دل تجربه زاده می شود. بخش بعدی، بیان که مقصدی در ذهن داشته باشی هر بادی جهتت می شود. هیچ کس قهوه را بدون اندیشه و سلیقه برشته نمی کند. با این حال بسیاری از برشته‌کاران نمی دانند که این اندیشه و سلیقه در حقیقت همان فلسفه رست است. برخی تنها می دانند چگونه دستگاه را روشن کنند و اعداد را بخوانند، بیان که آگاه باشند در جستجوی چه تجربه‌ای هستند. از همین رو در کارشان همواره عنصری گم شده وجود دارد که خودشان نیز ماهیت آن را نمی‌شناسند. روزی در یکی از مناطق جلسه‌ای با یکی از برشته‌کاران قدیمی برای ارزیابی و چشیدن قهوه داشتم. قهوه خود را نیز با این نیت آورده بودم که نظر او را جویا شوم. در بیانیه جلسه مقدمه پرسیدم هنگام رست چه چیزی برایتان اهمیت دارد؟ به دنبال چه هستید؟ نگاه کوتاهی به من انداخت و پاسخ داد معمولا می‌خواهیم قهوه ما تمیز باشد. همین. این منظور از همون کلین بودنه. تمیز بودن البته نکته مثبت است اما مفهومی بسیار کلی به شمار می رود. تمیز بودن یعنی چه؟ بی‌نقص بودن، بی‌بو بودن، عاری از تنش یا صرفاً بدون آثار سوختگی. زمانی که برشته‌کار نداند به دنبال چه کیفیتی است، نتیجه کارش می‌تواند هر بار متفاوت باشد. روزی با طعمی گس و خشن، روزی بیرو و فاقد شخصیت، گاهی پر از تیزی و گاهی همچون آبی ولرم و بی‌هیجان. اما اینها سوالاتی هستند که باید فلسفه رست شما به آنها پاسخ دهند. چه طعمی باید در فنجان نهایی باشد؟ خواهان حس چه بافت و ساختاری هستی؟ چه چیزهایی را اصلا نمیخواهی سر و کله‌شان پیدا شود؟ اگر پاسختان روشن نباشد نمیتوانید مسیر درستی به منظور رسیدن به طعم بسازید. گاهی اوقات دانستن اینکه چه چیزی نمیخواهیم مسیر را روشن‌تر میکند. زمانی که آگاهانه بدانیم از بافتی خشک، پوچ و فاقد ویژگی‌های منحصر به فرد بیزاریم، به صورت طبیعی در طراحی رست به سوی راهکارهایی خواهیم رفت که به قهوه قوام، ساختار و بافت مناسبی ببخشند. به همین ترتیب وقتی نمیخواهیم قهوه‌ای ترش و بی ساختار داشته باشیم، این آگاهی ما را وادار میکند تا در مقاطع کلیدی میزان حرارت و نرخ افزایش را به گونه‌ای مدیریت کنیم که تعادل طعمی حفظ شود. یکی از بزرگترین سوء تفاهم‌هایی که در دنیای برشته‌کاری رایج است، اشتباه گرفتن سبک رست با فلسفه رست است. در حالی که سبک صرفاً نمای بیرونی یا فرم اجرایی برشته‌کاری است، اما فلسفه جهت دهنده اصلی و هدف نهایی فرایند به شمار می‌آید. رستری ممکن است همواره قهوه‌های خود را با رنگی روشن برشته کند، اما اگر هدف مشخصی پشت این انتخاب نباشد، آنچه حاصل می شود صرفاً تغییری صوری است، نه خلقی معنادار در طعم. در غیاب فلسفه حتی زیباترین سبک‌ها نیز از جان و ساختار تهی خواهند بود. برشته‌کاری بدون فلسفه مانند رانندگی بدون مقصد مشخص است. بالاخره به جایی میرسی اما نه لزوما جایی که باید.
شبیه حرکت کردن است بدون آنکه مفهومی از جهت داشته باشی. شاید برسی اما نه به جایی که برایت معنادار باشد. همان گونه که کانت هشدار داده بود شهود بی راهنما کور است. برشته‌کاری نیز اگر صرفاً بر پایه حرارت و تجربه باشد بدون درکی روشن از چیستی هدف و چرایی تصمیمات به تکراری بی مقصد و تهی بدل خواهد شد. خب تا همینجا برای بخش اول کفایت میکنه. سعی میکنم که فایل ها 25 دقیقه نیم ساعت قسمت باشه که از حوصله شما هم خارج نشه. ممنون که تا اینجا گوش دادین. امیدوارم که شب و روز خوبی داشته باشید. خردیار و نگهدارتون.